خبرگزاری سپوتنیک از قول ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می نویسد که او گفته است باید برای مهاجرانی که قانونگذاری روسیه را رعایت می کنند یک نظام زمانوی و ساده را ترتیب داد. با گفته پرزیدنت روسیه همه گونه قانونشکنی مهاجرتی را باید سریع وقت پیشگیری کرد اعلام داشت او و افزود که یکی از وظیفه‌های مهم وزارت امور داخلی تامین ترتیبات و قانون در ساحه مهاجرت می باشد. پوتین از قبول شوی کنسپسیای سیاست دولتی مهاجرتی روسیه برای سالهای 2019-2025 یاد شد. در همین حال وی تاکید کرد است که در این کار باید با دقت بود. با گفته ولادیمیر پوتین میخواهم تاکید کنم که همه گونه قانونشکنی مهاجرتی را باید سریع وقت پیشگیری کرد. در همین حال باید زینه به زینه صفت خدمت رسانی های دولتی را در ساحه مهاجرت بلند برداشت. نظام مهاجرتی معاصر را ترتیب داد که برای مهاجران خلای باشد. و ولادیمیر پوتین از جمله افزوده است میخواهم گویم که البته پیش از همه ما باید درباره منفعت‌های شهروندان روسیه فکر کنیم.